دلم می‌خواهد زن باشم، یک زن آزاد، یک زن آزاده. من متولد می‌شوم، رشد می‌کنم، تصمیم می‌گیرم و بالا می‌روم. من گیاه و حیوان نیستم، جنس دوم هم نیستم. من یک روح متعالی هستم، تبلوری از مقدس‌ترین ها. من را با باورهایت تعریف نکن، بهتر بگویم تحقیر نکن. من آنطور که خود میپسندم لباس میپوشم، قرمز، زرد، نارنجی. برای خودم آرایش میکنم، گاهی غلیظ. میرقصم، گاه آرام، گاه تند. میخندم بلند بلند، بی اعتنا به این که بگویند جلف است یا هر چیز دیگر. برای خودم آواز میخوانم، حتی اگر صدایم بد باشد و فالش بخوانم. آهنگ میزنم و شادترین آهنگ ها را گوش میدهم. مسافرت میروم، حتی تنهای تنها. حرف میزنم، یاوه میگویم و گاهی شعر. اشک میریزم، من عشق میورزم. من میاندیشم، من نظرم را ابراز میکنم، حتی اگر بی‌ادبانه باشد و مخالف میل تو. فریاد میکشم و اگر عصبانی شوم دعوا میکنم، حتی اگر تمام اینها با آنچه تو از مفهوم یک زن خوب در ذهن داری مغایر باشد. زن من یک موجود مقدس است، نه از آنها که تو در گنج میگذاریشان یا در پستو قایم میکنی تا مبادا چشم کسی به آن بیفتد. نه بدنش و نه روحش را نمیفروشد، حتی اگر گران بخرند. اما هر دو را هر وقت دوست داشته باشد هدیه میدهد، به هر که بخواهد، هر جا. زن من یک موجود آزاد است، اما به هرزه نمی رود، نه برای خاطر تو یا حرف دیگری، به احترام ارزش و شأن خودش. با دوستانش، زن و مرد، هر جایی بخواهد می رود، حتی به جهنم. زن من یک موجود مستقل است، نه به دنبال تکیه‌گاه می گردد که آویزش شود، نه صندلی که رویش خستگی در کند و نه نردبان که از آن بالا برود. زن من به دنبال یک همسفر است، یک همراه، شانه به شانه. گاه من تکیه‌گاه باشم، گاه او. گاه من نردبان باشم، گاه او. مهر بورزد و مهر دریافت کند. زن من کارگر بیمزد خانه نیست که تمام وجودش بوی قرمه سبزی بدهد و دستهایش همیشه بوی پیازداغ، که بزرگترین هنرش گلدوزی کردن و دمکنی دوختن باشد. روزها بشوید و بساید و عصرها جورابها و زیرپوشهای شوهرش را وصله کند. زن من اینها نیست که حتی اگر تو به آن بگویی کدبانو. در خانه زن من کسی گرسنه نیست، بچه ها بوی جیش نمی دهند، لباس ها کثیف نیستند و همیشه بوی عطر غذا جریان دارد. اگر عشق باشد، اگر زندگی باشد. زن من یک موجود سنگی بی احساس و بی مسئولیت هم نیست. ظرافتش، محبتش، هنرش، فداکاریش، شهوتش و احساسش را آن گونه که بخواهد خرج می کند برای آنهایی که لایق آن هستند. زن من تا جایی که بخواهد تحصیل می کند،
کار می کند. در اجتماع فعال است و برای ارتقاء خویش تلاش می کند. نه مانع دیگران می شود و نه اجازه می دهد دیگران او را از حرکت باز دارند. گاهی برای همراهی سرعتش را کم می کند، اما از حرکت باز نمی ایستد. دستانش پر حرارتند و روحش پرشور. من یک زنم، نه جنس دوم، نه یک موجود تابع، نه یک ضعیفه، نه یک تابلوی نقاشی شده، نه یک عروسک متحرک برای چشم چرانی، نه یک کارگر بیمزد تمام وقت، نه یک دستگاه جوجه کشی. من سعی میکنم آنگونه که می اندیشم باشم، بی آن که دیگری را بیازارم. فرای تمام تصورات کور، هنجارهای ناهنجار، تقدسات نامقدس. باور داشته باش من هم اگر بخواهم می توانم خیانت کنم، بی تفاوت و بی احساس باشم، بی ادب و شنیع باشم، بی مبالات و کثیف باشم. اگر نبودم و نیستم، نخواستم و نمیخواهم. آری، زن من عشق میخواهد و عشق میورزد، احترام میخواهد و احترام میکند. من به زن وجودم افتخار میکنم، هر روز و هر لحظه. من به تمام زنان آزاده و سربلند دنیا افتخار میکنم و به تمام مردانی که یک زن را اینگونه میبینند و تحسین میکنند. آری، زن من عشق میخواهد و عشق میورزد، احترام میخواهد و احترام میکند.